سرم خم کردم، از پیشانی مبارکی رسول صلی الله علیه و سلم بوسه کردم. همین حالت میگه چشمم افتاد و لبهای چون برگ گل رسول صلی الله علیه و سلم مثل لبهای ماهی میجمید. میگه گوشم نزد لبهای مبارکش بردم که خداوند رسول الله چی میگفته باشد؟ میگه که میگفت امتی امتی امتی. پیغمبری که حیاتش به امتی گفتن ما رفت و هرگز راحت دنیا را ندید، برای این امت در درون لحدم امت در روز قیامتم امت تا زیر عرش امت گفته می رود، تا زیر عرش. میگوید که دوزخ میبرارن مثل بقیه که در درون یک تاریکی میبانیش و روشنایی که برآوردی دیوانگی میکند. جهنم را 70,000 ملائکه با زنجیرها بستگی میآورند در میدان حشر. جهنم به همون بزرگیش حمله بر سوی مردم میکند. 70,000 ملائکه بزرگ زنجیرها را میکشند تا دوزخ را به جای خود بشنانند، حمله میکند. عاقبت حمله میکند، از دست این ملائکه کنده میکند، به سوی مردم میآید. تمام پیغمبران دوزانو میزنند، وانفسی میگویند. تمام پیغمبران وانفسی میگویند، اما رسول الله میگوید و امتی میگوید. مردم بعضی ها ثواب جهاد میپرتایند تا که علاوه خاموش کنند. کوه علاوه مساد است، سیل علاوه مساد است، علاوه جهنم. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. اون همه علاوه است که بلندترین کوه دنیا را به نزدیکیش بیار و آبش میکند. حرارت گرمی او را دهن انسان جرأت نمیکند که بزند. خدا گفت و تکون الجبال کالعهن المنفوش. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. خداوند میگه که دوزخ چنان حرارتش بلند است که حزب دوزخ انسان است، سنگ. همین کوهی بلند آتش و سوی مردم میاد. مردم ثواب جهاد میپرتایند، خاموش نمیشوند. ثواب روزه میپرتایند، ثواب حج میپرتایند، ثواب زکات میپرتایند. هیچ چیز خاموش کرده نمیتواند این آتش. چرا؟ زیرا اینکه همه عبادت ریا بود، همه عبادت خسکی بود، مخلصانه نبود، خالصانه نبود، تنها برای رضای خدا نبود. مردک نماز میخونه ریا، مسجد میاد ریا، خدایی میکنه ریا، حج میره ریا، قرآن میخونه ریا، عبادت میکنه ریا. والله عبادت با ریا چی در کار است؟ چی در کار است؟ حضرت مولا میگوید نمازی که در او صدق و صفانی است، اگر در کعبه بگذاریش روا نیست. وقت نماز صدق نداشته باشه، محبت نداشته باشه، در درون کعبه هم که بخوانی فایده نداره. حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکنه که نماز میخوام، حالت الله اکبر تحریمه میبست، وجودش لرزه میگرفت، از دستی لرزه کردن قریب کتفاش کنده میشه زمین میافتاد، رنگ روش مثل گل خار زرد میشد. میگفت که یا امیرالمومنین شما چرا در حالت نماز خواندن اینقدر میلرزید، اینقدر انداماتون به لرزه میاد؟ گفت که میترسم که در بالای جای نماز با خدا که وقتی صحبت میکنم میگم بی ادبی از من رخ ندهد. من میترسم در پیشگاه خدا کمبودی نکنم. این است لرزه ای من از خدا. اونا این قدر میترسیدن. ما نماز میخونیم چنان بتشویش، الله اکبر تحریمه میبردیم، هوشمان در بازار، هوشمان در خانه، هوشمان در کوچه، هوشمان در گاو، هوشمان در خر در زمین. ما این نماز چی میشده باشد؟ رکوعی نداریم مناسب، سجده نداریم مناسب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز بخوانید ای امتی من همچنانه که پیغمبر تو نماز خواند. نماز پیغمبر بخوان. نماز صبر دارد، نماز خشوع دارد، نماز خضوع دارد، نماز عشق دارد، نماز محبت دارد. اگر نماز رسول الله نباشد از نماز چه فایده گرفتی؟ هیچ فایده ای نگرفتی. خواجه باغ داری، باغ دارم تمام. میسوزاند الان. رسول الله میگه سراسیموار آب پاش میکند. با مجرد پاش کردن آب کوه بلند آتش خاموش می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سجده الهی ماندن خدا را شکر. یا جبرئیل چه آب بود این کدام آب بود که علاوه دوزخ خاموش کرد؟ ببین بیریزان قطره اشکه که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. یا رسول الله این آب چشم امت تو بود. هر قطره که ریزاندم در صحبت ها، در جمعه ها، در معرکه
کرده بودم در این کاس. انا همون آب چشم امتت بود که کوه بلند آتش را خاموش کرد. آب چشم امتی رسول الله قدر دارد، قیمت دارد. خداوند یک سر، در یک سر 4 تا چشمه داد. هر 4 چشمه نعمت است. آبش، طعمش، بویش جداگانه. خداوند سر داد، یک چشمه چشم. آب چشم شور است. اگر خاک شود چشمت اعما می شود، کور می شود. این معلوم میشه که آب چشم هم نعمت است. آب چشم شور است. این آب چشم شور است که در نظر انسان به قدر است، به قیمت است. الله میگه من این را به پول قیمت میخرمش. بریزم قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. آب گوش تلخ است، بدبوی است. اگر قاق شود کر میشه انسان. این معلوم میشه نعمت بود است. شکری را به جا آوردن در کار. آب دماغ نه بوی دارد نه طعم دارد. اگر قاق شود دیگر هیچ بویی را نمیفهمی. این معلوم میشه نعمت بود است. آب دهان شیرین و لذیذ و گوارا اگر قاق شود مرگ فرا میرسد. این معلوم میشه که نعمت بود است. در یک سر 4 تا چشمه. این چشمه ها را نعمت. من آیتی فاقدم فذکرونی اذکرکم. مرا یاد کنید به یگانگی، شما را یاد میکنم به بندگی. واشکروا لی ولا تکفرون. همه نعمت های مرا استفاده برید، کفر نعمت نکنید. چه خوردی روزه امروز؟ تو ما را شکر نعمت گهازی خوردیم، سیر کردیم الحمدلله تا سر خدا پاچا. معده هامان آرام گرفت، جسم آرام گرفت، بعد روح هم آرام بگیرد. غذای جسم نان و خوردنی و طعام بود، غذای روح سخن خدا. روح هم آرام گرفته ایستاده است، روح هم سیر کرده ایستاده است. چه خوردی روزه امروز؟ تو ما را شکر نعمت گو. غمی فردا مخور هرگیز که فردا خوردنت با من. غمی پگره نخور برادر. رزاق عالم همه را خورانساد است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بی نهایت مهربان. ترجمهش: خدا بسیار مهربان است بر مؤمنان، بر کافران. خدا بخشنده است بر مؤمنان، بر کافران، اما رزق دهنده است بر مؤمن و کافر. او رزق میدهد بر مؤمن و کافر، او بخیل نیست. یک زمان نزدی حضرت ابراهیم علیه السلام یک مرد یهودی آمد، گفت که خیلی عمر طولانی داشت. گفت که خلیل خدا، فهمیدم که تو خیلی مردی سخاوتمندی. چند روز است که چیز خوردگی نیستم، برای من یک ایده طعام بیته که بخورم اشکام سیر کنه. گفت که اوقات ابراهیم، طعام ابراهیم برای یهودیای کافر نیست، من نمیتونم. یهودی رفت، از در برآمد، ناامید. جبرئیل امین خطاب آورد: ابراهیم خلیل خدا، خدا بر تو سلام گفت. بعد از سلام الله جهان فرمود که این یهودی مشرک را 80 سال خدا رزق داده تا نیست. ابراهیم نتون یه ساعت بتیش. رزاق خورانان میخوراندگی الله هست. 80 سال خدای خلیل، خدای ابراهیم این یهودی را خورانید، پوشانید، حیاتش داد. ابراهیم از ساعت یک پیاله کاسه شوربه دادش نیست. دوباره حضرت ابراهیم رفتن کافتن آوردن که بنده خدا برای تو مرا عتاب کرد. دوباره طعامش داد، دوباره شرابش داد، دوباره اوقات طعام و لباسش داد، هر چیز خدمت ازش میامد کرد. گفت که یهودی که خدایی که دوست را بر دشمن یک کرد، لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، ایمان آورد. در حال ایمان آورد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قبیله بود به نام بنی تنیم. در مکه مکرمه قبیله بنی تنیم خیلی قبیله با نفوذی مکه بودن. زمانی که گشنگی فرا رسید، سار رسول اکرم سنگ قناعت درش کم بستگیان، خودشان هم چند روز چیز خوردگی نیستن. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان گشنه و لاغر در زیر درختان خرمه ها، در زیر درختان سایه ها، هر طرف افتیدگی از دست گشنگی. عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا حق امت دوست می داشت که 2 ماه و 3 ماه تای دیدان رسول الله علاوه نمیدید، به خاطر که امت کم بغل بود، خونش هیچی نداشت. چشم امت به سوی دیگی پیغمبر چار می شود. امت که گشنه بود پیغمبر خدا نان نمیخورد، تنها خرما و آب خنک میخورد، زندگیش به همین دوام میداد. یک تا یهودی آمد از قبیله بنی تنیم، آمد گفت محمد صلی الله علیه وسلم، ما از قبایل بنی تنیم هستیم، گشنه هستم،
سبحان الله. گفت که لوچ هیچ لباس نداشت. گفت من در لباس بده، من لباس پوشم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتن صحابه ها که در این لباس بده. حضرت سلمان فارسی خیز گفت که یا رسول الله من ردای تنم میتیمش، ردای مبارک کشیدم در تن یهودی پیشم رفت. علی کرم الله وجهه بلند شد گفت امامه سرم میگیرم، صدا چگیرید سرش من. عثمان زین نگو من یک تشتری سرخموش میدیم. خلاص صحابه هر چی دادنش. گفت یا رسول الله دنیا دادی ما. گفت اشکم هم سر که اشکم بسیار بشناست. گفت چند روز از هیچی نخوردی؟ گفت 3 روز. گفت شیرای درگاه میبینی 7 ها هیچی نخوردن. اگه منتظر الله جهان شو، خداوند چی داده نصیبم باشه همون رو میبینیم. دیگر ما هیچی دادن. لیکن به هر حال که تو مهمان مایی، تو از دین ما بیگانه ای، ما باید تو از درگاه خود ناامید نکنیم. صحابه ها را گفت کدام دخانه دیم بریدن نان داشته باشی همین را بودی. سلمان فارسی از شهر جاجی اصفهان ایران بلند شد رفت محضر پاک رسول صلی الله علیه و سلم گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بیگانه بود آل رسول الله شد. رسول الله میگفتن سلمان من اهل البیت. سلمان از من است، من از سلمانم. سلمان از اولاد من است، سلمان اهل بیت من است، فرزندی من است، او خیش تباری من است. میگفت از شهر ایران رفته بود جاجی اصفهان. لیکن ابو جهل اما بچه رسول الله بود، بیگانه شد بدبخت. این خدا را به هدایت که نکند گفتم قین است. ابو جهل که بدبخت رسول الله به چشم سر میدید ایمان نمی آورد. سلطان ویس قرنی در عشق رسول الله سوخت، پخت کباب شد که از درونش بوی جگر بریان می آمد. در عشق رسول الله، رسول الله ندیده رفت، صحابه نشد. صحابه کسی را میگی رسول الله به چشمش دیده. سلطان ویس قرنی ندید از رسول صلی الله علیه وسلم. وقتی که از خانهشون از مادرش یک چند ساعت اجازت که برای زیارت رسول الله گرفتن، گفت که من هیچ کس که ندارم با تو تیز برای زیارت کن گرد بیا. وقتی سلطان ویس قرنی آمد حضور محضر رسول صلی الله علیه وسلم، عایشه صدیقه را گفتن که رسول الله همینجا است. گفتن الان رسول الله باید ایده صحابه که سفر کردن. گفتن که میان به نزدیکی. گفت که نمیدونم که الان کی میپوید، اگر که در کار باشه منتظر شو. گفت که وقتی کم دارم، مادرم بسیار ناتاب است. گفت مادرم من اجازه بیشتر نداده است. خیر گویی که در کجا نشست میکنه رسول الله؟ گفتن که همین حجره جای نشستی رسول صلی الله علیه و آله آمد. فوکی مبارک شمان از جای نشست پیغمبر بو کشید، با چهره های مبارک در جای رسول صلی الله علیه و آله می شکید. همون ریشا و محاسن مبارک در جای نشست پیغمبر می شکید. از همونجا گفت الصلاة و السلام علیک یا رسول الله. سلام و سلامتی بر پیغمبر فرستاد. از حجره پشتکی برآمد، دویده بود پیش مادر آمد، خدمتی مادرش. سلطان ویس قرنی از یمن با شنیدن صدای اذان بلال 5 وقت نماز میخواند. بزرگی را بین. از مدینه بلال اذان میگفت در یمن که 800-700 کیلومتر است، سلطان ویس قرنی میشنید و با ندای اذان همون 5 وقت نماز میخواند. لیکن رسول الله نصیبش نکرد. به دنیا آمدم من از برای دیدن رویت، شنیدم صد دریغا از خزانت یا رسول الله. ندیدم حسرت من در جهان از روی زیبایت، زی دنیا میروم با آرمانم یا رسول الله. ما را آمدن من به این دنیا خدایا برای دیداری رسول الله است. لیکن اگر در اینجا ندیده امید دارم که فردا ما را نشان میتی پیغمبر مونه. مقصد ما مرام ما دیداری اول جمالی به مسلمانند خودت، بعده جمالی به مسلمانند پیغمبری بزرگوارت است. امید همه امت همین است. امید آرزوی همه امت همین است که ما را مهرش به جان خریدیم، ما مصطفی ندیدیم، نام خوشش شنیدیم. صلو علی محمد. اینقدر داد و فریاد و سوزش ما امت اسلام برای دیدار رسول الله است. نباشه ما چی خدمت کردیم به پیغمبر؟ آیا همچون امت خدمت رسول الله انجام دادیم برادرها؟ والله نه نتونستیم. من تعجب میکنم، میترسم از خدا که فردای قیامت خدا هممون در محشر خیزاند و قاضی شود. خدا در اون حالت گوید که به پیغمبر تو چه خدمت کرده؟ هیچی نداریم در دست ما. به دین احمدی چه خدمت کرده؟ امروز مردم امتی رسول الله در باطلاق کفر شده، در باطلاق کفر درآمدگی ای دیگه. نه پروای دین و دیانت و حرام و حلال و ستر و حیا و خدا هیچی پروا نمانده. الان اهل علم و فضل و داناها و معرفت دارا سکوتن. ترسی حکومت، ترسی
منصبداران چنان بر زمین شنان اهل علم که دیگر زبان حق را پوشاندن. یک کسی نیست که زبان بالا کند های مردم بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله در طول هیچ عصر و زمان چنین عصر پیغمبر که نبود. اول بعثت رسولگیشان پیغمبرشان مشرکان اینقدر تقدید میکردن، اینقدر آخر الحمدلله حکومت دارای محمد نام مسلمانی دارن. اگر شما سخن حق و قرآن و پیامبر را حق بگوید، اگر شما دیگرگونش نکنید چیز خدا و رسول خدا گفته است، علما با مردم خوب ایدی نفهمانند، حکومت هم هرگز مردم چی نمیگوید، علما را چی نمیگوید. این حکومت ای بالاش ترکت تا پایینترش همش بچه مسلمان های، همه یای دگوشان از آن گفتگیان، همه یای نامش امام علی و نمیدونم محمد سعید و عبدالله و همینا به نام محمدی ذکر شدگیان، به نام اسلامی و قرآنی و احمد و محمد و امام علی و فلان و فلان و فلان. این خیلی نامای ایمانی و قرآنی. پدرای اینا هم همه سیدزاده و کلامزاده و همه اهل علم و علما در خدمت کرده رفتن. اینا با صدای اسلام و قرآن زندگی کرده گذاشتن. اینا هرگز دشمن دین نیستن. اینا فقط که ناجا میفهمانن اینا را در هیجان میارن. اگر خوب فهمانن اینا ضدیت نمیکنن برادران عزیز. لیکن تعجب که علما چرا سخن خدا نمیگوین؟ اینجاش تعجب است. زبان حق گوی علما بسته شده است. خداوند در قرآن وعید کرد برای علما که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سوره صف میگوید ای آنهایی که ایمان دارید، خصوصا علما، چرا که اگر شما یک کاری خوب شرعی باشد به مردم بالای مردم در ذمشان میکنید، خودتان در دیگه جا معیشت راحت میکنید. پیش از آن که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هر عملی را که بر مردم فتوا میدونن، اول در تقوای خودشون او را برمیکشیدن، اول خودش نمیکرد. اگر میخوای که سخنت به مردم مؤثر شود، سخنت را مردم گوش میکند، حلقه گوشش میکند، قبول میکند، مردم تو را همچون پیشوا انتخاب کنند، قبول میکنند، اول خودت از خدا ترس. اول راه خدا را خودت بیا. عالمی باشی که با مردم لاف بزنی و عالمی باشی که مردم از سخن خدا بگویی و خودت حرام خوری کرده بگردی، خودت تقوا نکنی، بالای مردم مسلمان ظلم کنی، تو چی دیگر عالمی داری؟ دیگر چه عالمی؟ اگر عالمی باشه تقوا نه، در پیشگاه خدا عالم بودن شرط نیست. خداوند نگفت؟ خداوند تو چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزرگترین شما، بلند مرتبه ترین شما، با آبروترین شما، عزیزترین شما نزد من و تقواترین شما است. عالم شما نیست، سفیر شما نیست، وزیر شما نیست، رئیس شما نیست، پای و کمبغل شما نیست، جوان و پیر نیست، مرد و زن نیست، بلکه با تقواترین شما. یک کودک از این خلق از تقوا داره و از من بهتر است. یک کسی که هیچ علم نداره لیکن تقوا داره، ترس خدا داره، این بهتر است از اون که عالمی که علم داره و تقوا ندارد. تقوا باید پیشه کرد. تقوا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما چنان ذاتی بودن که خداوند گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه. من از اینا راضیم و شما راضی باشید. 10 نفر خدا در قرآن اعلانی راضگی داد. از اینا من راضی هستم ای مردم، شما راضی باشه. اشرم ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زید، زبیر، طلحه و سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف. خدا راضی شد از اینا. عمر ابن خطاب رضی الله عنهما تا حد تقواشان زیاد بود که گفت که اگر یک پم در درون در جنت باشه، یک پم در بیرون جنت باشه، هنوزم ای خدا میترسم. یک پم در درون در جنت های، یک پم ای در جنت بیرون، حاضرم ای خدا میترسم. دیگه خدا پرستی ممکن میشه بگیرد. و این خاطر میخواهم که برای برادر عزیزم فیروز جان 2 دقیقه صحبت میکنم، یک نصیحت و وصیت همچون برادر براش میکنم. انشالله بعد او دعا میکنیم باز قاریا یک شاید که الان نظمه چی کنم. خداوند پاک برادر عزیزم فیروز جان یک باری وزبین امروز به دوستی تو میگذارد، یعنی تو آیله دار میشوی.
خدا نصیب کند به همون روزه که دست عروس تقپی و با خرسنده عروس به این خانه بیاری. خداوند خدا و عروس توفیق عنایت فرماید که هر دو حقتان خدمت پدر و مادر انجام تیه، در زندگی خدمت اینا را کنه و دعای اینها را کنه. انشاءالله فردا شما هم پدر میشه و عائله تو عروسی تو مادر میشه، با فرزندان شما انشاءالله امید دارم که مثل شما خدمت پدر و مادر میکنند. نصیحتی من اول برای شما فیروز جان این است که 5 وقت نماز در وقتش ادا کن، با جماعت حرکت کن که 5 وقت نماز در وقتش خوانی. دویم نصیحتی من بر تو این است که از خدای خودت ترس، همچنانه که اصحاب پیغمبر میترسیدند. حرکت کن که به سوی حرام هرگز قدم نزنی. حرام خدا را حرام دان، حلال خدا را حلال دان، زندگی خوبی شایسته کن. سوم نصیحتی من بر تو همین است که با زنت معامله خوب کن، با زنت شیرین سخنی کن. پیغمبر خدا میگه بهترین امت همان امتی که با زنش معامله خوب دارد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در معامله زن و شوهری بسیار خودشان احتیاطان کارن. حتی پیغمبر خدا با زنهاشان شما و لبیک دیگه میزدن، شما و لبیک دیگه میزدن. حتی زناشان چنان حد با حد دوست میدادن، در زندگی دست یاری دراز میکردن. پیغمبر خدا از مسجد گاه می آمد، میدن که حضرت خدیجه کبرا یا که دیگر ازواج مطهره یگان کاری در مشغول بودن، خودشان یک کاری دیگه میکردن. خودشان گاه جاگهشون میپرفتن، خودشان گاه چایشون میکردن میخوردن، گاه لباسشون خودشان میپوشیدن. چوب هم شکسته، علاو هم کرده، حتی شترها و بوزا هم جوشیده، تگی پای مالای هم رفته. خدمت کردن در زن این دیوسی را نشان نمیتید. این بقدر شده، این سنت پیغمبری بزرگوار است. در زندگی در زناتان دست یاری دراز کردن این سنت رسول الله است. این به عقلی و به آبرویی شما این معنی نداره که همه زن شده او رابر نیست، او آهن نیست، او چوب نیست که همه کاری زندگی در گردن همون باشه. نه، او هم گاه میخواهد که استراحت کند، او هم گاه میخواهد که درباره تو بشینه ای تو بو بکشد، او هم میخواهد همه کار در برگردن همون زدن عیبی ادب انسانی نیست. بعد نسبت زنات هرگز حقارت و دشنام نکن. مادری او را، پدری او را، خواهری او را. بسیاری بچه‌ها را میدانم که در زندگی حتی مادری زن شقارت میکرده است. این بسیار مادری زن بر تو مادر است فیروز جان. 4 پیل و 4 تکبیر میگفتن بزرگان. خسار خوشتامن پدر و مادری تو. پدر و مادری تو بر اون کلین پدر و مادر است و پدر مادری او برای کم پدر و مادر است. گناهگاری کلان میشه اگر حرکت کنه زندگی را خوب کنه، زندگیتان خرسندانه گذرد، زندگیتان با خنده و با خرسندی و با بازی و نیرنگ گذرد. ان شاء الله کمبودی در تو نمی آید. هم خودت خرسند، هم پدر و مادرت خرسند. ان شاء الله امید دارم که بابایش حاجی و فرزنداش همه اهل ایمان، اهل قرآن، اهل صلاحن. ان شاء الله با من فهمیدیم که فرد حضرت استادشان نوردین جان در مرکت قدم می‌ورزد است. ان شاء الله برای تو برکت است، برای تو فیض است که وارث پیغمبری بزرگوار، بهترین انسانی که خداوند او را برای ما یک هدیه داد، حضرت ایشان که امروز خانی تو قدم رنجه میکند میآید. به خاطر ایمانداری تو، به خاطر دوستداری و محبتی تو که به خدا و رسول است، حضرت ایشان میآید خانی تو. ان شاء الله معرکت را آباد میکند. امید دارم که بازم فیض و فتوح زندگی زیاد میشه. خدای تبارک و تعالی این توی مبارک کنه و خدای رشته محبت و دوستی را میان مسلمانان برقرار کند. خدا وطن ما را، مملکت ما را با اسلام و با قرآن و با ایمان و با توحید خدای زینت بیده. پروردگار 7 میلیون مسلمان تاجیکستان را خدا توفیق بندگی عنایت بفرما. پروردگار مسجد و مدرسه های وطن کشیده و آباد بکن. خدا چیزهای گم کرده من دوباره به دست ما باز بیار. پروردگار قرآن حاکم خاندان هر مسلمان بگردان. الهی فرزندان ما مسلمین را از پیروی قرآن جدا و خالی نگردان. خدا زنان و دختران و خواهران و کلینان مسلمان صاحب عفت و شرم و حیا بکن. پروردگار از بی حیاگی و شرمندگی دنیا و آخرت خدا ایمنشان نگه دار. خدا مصطفی‌دار را صاحب ایمان مفصل و مجمل کن. خدا کمپیرکار را صاحب ایمان بکن. جوانا را با غیرت و با ناموس بگردان. خدای بیمارای مسلمین را شفا بده. الهی محبوسان از محبس آزاد بگردان. خدا قرضدارای اهل اسلام از قرض خلاص بکن. پروردگار فرزندان مسلمان که برای یافتن روزی فرزندانشان به مملکت‌های روسی رفتن، آنها را بای و غنیشان گردان. صاف و سلامت با دست پر صحت و سالم و غانی به نزد پدر و مادر و زن فرزندکاشان باز بیار. پروردگار خدا کریم این ملتی کوچک و این ملت مسافر و این ملت تنگ دست پروردگار هر چیز زودتر خدایا
از تمام ظلمهای دینی دنیوی خدا خلاص گردان و پروردگار حق کریم اعلای کلمت الله را بارای سر ما استوار بگردان و گوشهامان تا روز قیامت به شنیدن ندای لا اله الا الله محمد رسول الله استوار بگردان. خدا توی فیروز جان مبارک کنه، خدا برکت در عمر و کسب و کارش عنایت فرما. پروردگار بهترین خوشی‌ها و لذت‌های دنیا را خدا نصیبش بگن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره الذي هو أشبعنا وأنعم علينا خیلی خدام آدی مکان برکم خدای تعالی خوشا پیر شوان و پروردگار و فرزندای صالح به دنیا برای دنیا به رحمت بیاره. خوش آمده خوش آمده. خدا نگهدار. گفتن خونه ما بشینم کلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
در ماتم جمعی ملک گریان به فوقی هر فلک از عرش و فرش و تا سمک یا رحمتا للعالمین به شمع تو پروانه ها با سوز دل دیوانه ها نعره زنان مستانه ها یا رحمتا للعالمین روی گل تا شد خزان حسرت به جای بلبلان روی گل تا شد خزان حسرت به جای بلبلان در هر چمن شور و فغان یا رحمتا للعالمین شیدای روید هر زمان در داغای در فغان شیدای روید هر زمان از داغای در فغان بگذشتن از خانومان یا رحمتا للعالمین بیچارگانی خسته را درماندهی بشکسته را حل کردی عقدی بسته را یا رحمتا للعالمین هوران و غلمان هر طرف گردی مزارت بسته صد شیشه شربت بکر یا رحمتا للعالمین رضوان به خدمت منتظر خالی نعیم دل پذیر بر تخت فردوسی امیر یا رحمتا للعالمین جانی جنوب قربانی تو با جمله یارانی تو جانی جنوب قربانی تو با جمله یارانی تو با اهل خاندانی تو یا رحمتا للعالمین با اهل خاندانی تو یا رحمتا للعالمین اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهی از تو میخواهم گناه عاصی امت را الهی از تو میخواهم گناه عاصی امت را بکن آسان به این درماندگان رنج قیامت را بکن آسان به این درماندگان رنج قیامت را گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت تو هم بگذر الهی جرم این اهلی ندامت را تو هم بگذر الهی جرم این اهلی ندامت را شدن از خطره شیطان همه آلوده عصیان شدن از خطره شیطان همه آلوده عصیان به من ده عصیانم را بسوزان اهل لعنت را به من ده عصیانم را بسوزان اهل لعنت
رحمت را سیه کردن دروی نامن از جرم نادانی سیه کردن دروی نامن از جرم نادانی به موج آور برای شست و شو دریای رحمت را به موج آور برای شست و شو دریای رحمت را نبردارم سر سجده نبخشی امتانم را نبردارم سر سجده نبخشی امتانم را عطا کردی ز اول در دلم مهری شفاعت را عطا کردی ز اول در دلم مهری شفاعت را اگر خواهی جنون لطف و شفاعت های آن سرور اگر خواهی جنون لطف و شفاعت های آن سرور نفس تا می تپد در تن نسازی ترک سنت را نفس تا می تپد در تن نسازی ترک سنت را هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام فردا که کند جلوه بازار قیامت محشر شود امروز به تماشای محمد از بحر شفاعت به همه امتی آسی بندن کمری همت علای محمد خاکی قدمش سرمه به چشمان جنونی کوه است جان عاشق شیدای محمد کوه است جان عاشق شیدای محمد جان بود فدای قد و بالای محمد با گیسوی مشکین سمنسای محمد تشریف زمینش همه را نمود